کشورهای حاشیه خلیج فارس باشه، از هر جایی حمله صورت بگیره، حملات بسیار شدیدی به مبدأ حمله انجام خواهد شد. اگر از قطر اتفاقی بیفته، 2 تا انتقام رو یک جا میگیریم و این حمله به پایگاه آمریکایی میشه سومی. یکیش بحث ترور سردار دل هاست، یکیش این بحث 6 میلیارد دلاره و دیگری در اختیار قرار دادن پایگاه قطری ها در اختیار آمریکا. البته این پایگاه آمریکا در خاک قطر منظورمونه دیگه. پس در واقع آمریکا 2 تا هشدار گرفته، یک از دستگاه دیپلماسی ما که این فقط مربوط به آمریکا هم نمیشه، کشورهای همسایه و هر کشوری که مبدأ حملات آمریکا علیه ایران باشه، و 2 در حوزه نظامی. در حوزه نظامی از مدت‌ها قبل هشدار گرفتن که شما تو وعده صادق 2 دیدی که اینا ماستر رو کیسه کردن. تو وعده صادق 1 عربستان کمک کرد، اردن کمک کرد، مصر کمک کرد، حتی ترکیه کمک کرد برای اینکه بتونن اون شدت حمله ایران رو بگیرن و به نوعی گرا بدن، کمک پدافندی بکنن به اسقاطیریا. اما در وعده صادق 2 شما این رو نمی‌بینید. اما از همون زمان که این اتفاق افتاد که ماستر رو کیسه کردن، هشدار نظامی بهشون داده شده. البته در حوزه دیپلماسی هم رفت و آمدهایی شد، در حوزه دیپلماسی هم به همسایگانمون هشدار رو دادیم، اما هشدار اصلی از نظر بنده تو این موقعیت فعلی هشدار نظامیه و رونمایی از این پایگاه جدید موشکی ما به نوعی یک هشداری بود که بگه اگر هر اتفاقی از هر جا بیفته ما همونجا رو هدف قرار میدیم. حالا در کناری که یمنی‌ها سعودی و امارات رو تهدید کردن و با توجه به اینکه در جزایر سگانه هم ما تجهیزات خاص خودمون رو داریم، به نظر منطقی میرسه که اینا از امارات فاصله بگیرن، چون پایگاهایی هم که تو امارات دارن مثل پایگاه العدید قطر نمیتونه براشون کارایی داشته باشه، هرچند همه اینها در تیررس ما هن. اما با توجه به قرابت امارات به جزایر سگانه، این احتمال رو میدم که اگر بخواد حمله صورت بگیره از سمت قطر باشه. اگرها ببین من 90% میگم هیچ اتفاقی نخواهد افتاد، اون 10% که به هر حال تو تحلیل باید استثناء قائل بشیم که ممکنه اتفاقاتی بیفته دیگه. اگر از پایگاه قطری این اتفاق بیفته، با یه تیر 3 نشون میزنیم. اما یه نکته دیگه هم داره، یک پیام هشداری است برای سعودی ها. چرا اینو میگم؟ چون آرامکو هم اینجا دیگه در تیررسه، در کنارش یمنی ها هم اونها رو تهدید کردن. آرامکویی که قبلا یمنی ها زدن و الان کاملا در دسترس ماست، اینجا آرامکوه. اگر پایگاه قطری زده بشه اینجا کاملا در دسترسه. اگر خاطرتون باشه تو برنامه که تحلیل حمله یمن به البته هشدار یمنی ها به سعودی ها و اماراتی ها داشتیم، گفتم اگر امارات رو اول بزنی سعودی ها ماستر کیسه میکنن. این از جانب یمن. اما اگر از جانب ایران باشه، قطر رو بزنه سعودی ها ماستر کیسه میکنن، چون به موازات پایگاه قطری قشنگ در تیررس ما. موشک های کوتاه برد ما خوراک اونهاست، اصلا به میان برد و برد بلند نمیرسه.